سلام و صد سلام به همه شما هموطنای باصفای خودم. امشب موشکاف میخواد از آخرین مدل دودوز بازی رونمایی کنه. این شما و این شیخ آکروبات حسن فریدون روحانی. خراسان یعنی سرزمین ادب، یعنی سرزمین شعرا، یعنی سرزمین رودکی، یعنی سرزمین فردوسی. خراسان یعنی سرزمین انقلاب، خراسان یعنی سرزمین ایستادگی، خراسان یعنی سرزمین رهبری نهضت اسلامی در این شهر و در این دیار توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. تعجب نکنی، این همون دنب جناب کوسه است که داره اینجوری قربون صدقه عظمای طلسم شکسته میره. شیخ چاپلوس علی گدای مد ظله العالی رو برد نشون کنار رودکی و فردوسی. البته این حلوا کردن ها یه روز بیشتر دووم نیاورد. فرداش همین شیخ هفرنگ رفت قاطی نخبگان نظام و عظما رو با عمامه شاتالاب کوبید زمین. چجوری؟ با مالوندن باند ولایت. ما تو این دولت به برخی از فسادها برخوردیم که شگفت‌آوره. قدیما میگفتن بعضی چیزا آدم میبینه شاخ در میاره، آدم میگفت اینا چیه؟ شاخ هم مگه آدم در میاره هیچ وقت؟ بعد آدم میبینه بعضی چیزا اونچنان فشار میاره به مغز که گویی دوتا شاخ داره در میاد. معلومه که بی ربط همون مثالهای ایرانی نبوده. آخه برای استاد شدنم تقلب، برای بورسیه هم تقلب. اینا که سهله، واسه رئیس جمهور شدنم تقلب، واسه ولی فقیه شدنم تقلب. تا اینجای قضیه شیخ فری تو ولایت مداری به خودش سور زد، چون علی گدا گفته بود بدگویی نکنید. این تا سبز شدن 2 شاخ رو عمامش هم پیش رفت. تازه این دستگرمی بود، باقی داستانو بشنوید. اون هم در شرایط حصر اقتصادی و مبارزه با استکبار جهانی و با شعارهای بسیار بلند و پرطمطراق و بعد توش تقلب در بیاد و بعدش عده‌ای بنویسند و سرگشاده و غیر سرگشاده و تهدید کنند. و این دولت مگه از تهدید میترسه؟ اوهو، شیخ فری نگو، پدر پسر شجاع بگو. چشم ولی فقیر روشن. دولتی آورده سر کار که از تهدید باند ولایت هم نمیترسه. حالا این با این نترسیش قراره چه غلطی بکنه؟ و هر آنچه که در راه توسعه این مملکت نیاز باشه، این دولت از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید. لابد شما میگویید چرا نمیترسید؟ دیگران خیلی چیزهایی دارند که میتوانند شما را تهدید بکنند و چرخ دولت شما را از گردش بیندازند. من به شما خواهم گفت این چنین نخواهد شد. این شیخ فری هم که یه بند فک میزنه، زحمت ترجمهش میفته پای موشکا. وقتی میگه توسعه، منظورش دل و جیگر سیخ زدن با غربه. هیچ کس و هیچ قدرت هم که دیگه واضحه دیگه. عظمای مد ظله العالی که همین الان داشت دور از جون با رودکی و فردوسی مقایسش میکرد. فرهنگ، ما میخواییم فرهنگ جامعه رو تعالی ببخشیم. فکر میکنیم تعالی بخشن جامعه ون و مینیبوس و پاسکون و سرباز، اینا فرهنگ درست میشه با اینا. ما باید راه علمی پیدا کنیم با نحوه رفتار جوانان جامعه، پسر و دختر. هی میگن جدا کنیم، جدا بیایم دیوار بکشیم. خب شما میری فیلتر درست میکنه، اون میره فیلتر شکن درست میکنه. ما
اول باید معروف را در جامعه معروف کنیم، بعد امر کنیم. نه اینکه این متزلزل هست، چرخاش همه بازه، بریم ای گاز بدیم و همه از بالای در میفتیم پایین. به این میگن یه تحلیل واقع‌گرایانه از وضعیت راهبردی نظام ولایت، چرخهای متزلزل و سقوط جمعی از بالای دره. اصلا علت این سخنرانی‌های آکروباتیک شیخ فری هم همینه. کسی که خودش سالها اند دیوار کشی و فیلتر کاری بوده، حالا اومده برای ولایت لوقوز میخونه. چرا؟ چون بین زمین و هوا گیر کرده، خودش هم نمیدونه چجوری میخواد زهر رو تو شکم عظما خالی کنه. واسه همین از یه طرف قربون صدقش میره، از اون طرف اینجوری بهش لایی میزنه. خلاصه که بعد مخمسه